از خود با چی 12 سال. چطور از باز همکاری هموطنان عزیز ما همراه شما که در این سن سال ماشاءالله کار میکنین و در قسمت تنظیف شهر سهم میگیرین، آیا کمک میکنن همراهتان؟ خب پیامت به او هموطنای ما که زباله های خود در جای نامناسب مندازن، کار برای شما سخت‌تر میسازن، پیامت به اونا چیست؟ 40% تغییرات آمده. قاعده کلاچوان است، حق منطق داری. ثبت منطق داری برادر، قصه‌شای مرا ببین. آره قصه که برادر مردم توجه نداره. هیچ به جدی میگم به کلاچوان به دکاندار توجه کنن دادن. به یک درخت سبز به یک میان سبز توجه داشته باشه. هموطنان عزیز سلام، وقتتان بخیر. امید است که امروز به خوبی و خوشی آغاز کرده باشین. طوری که شما میبینین ما در ساحه سرشمالی شهر کابل هستیم، جایی که بیشتر هموطنان عزیز ما در بخش‌های مختلف مصروف کاروبارشان هستند و همچنان شما در جریان برنامه مشاهده خواهد کردین که تغییراتی که در این ساحه آمده، ما بیشتر این تغییرات هم میخواهیم به تصویر بکشیم، شما هم بیننده برنامه باشین. بیا بیا. سلام کاکا جان، خوب هستی؟ بخیر باشی. خسته نباشی. خسته نیستی فضل خدا. نام خدا میگم من خسته نیستم. خوب خستی کاکا جان؟ خوب هستی فضل خدا. در ابتدا خودتان اگر یک معرفی داشته باشید. خب نامتان؟ نام ما زین العابدین. خب زین العابدین. چند سال میشه کاکا جان خودت همینجا کار میکنی؟ از خود با چی 12 سال. چطور از باز همکاری هموطنان عزیز ما همراه شما که در این سن سال ماشاءالله کار میکنین و در قسمت تنظیف شهر سهم میگیرین، آیا کمک میکنن همراهتان یا خیر؟ میکنه دیگه تو کمک میکنه دیگه کمک میکنه که بازار خب یعنی نظم شهری مد نظر نمیگیرن، زباله های خود جاهای نامناسب مندازن؟ نمیدونم میکنن. اگر همی زباله های خود یک تعداد از هموطنان ما در جای نامناسب مندازن، پیامت با اونا چی است؟ با خودشون با ما معلوم نیست که چی با خودشون با ما معلوم. یعنی باید زباله‌های خود جای مناسب بندازن که تا شاروالی بیا او را انتقال بده به جای مناسب. انتقال بده. این کثافات این منطقه را کثافات میته در موتر رو دیش ریف میکنه. بخیر باش کاکا جان، زحماتون قابل ستایش است. بخیر باشی. خیر بینم. اسمتان؟ خسته نباشی. محمد داوود است. خسته نباشی کاکا جان، خوب هستی ان شاء الله؟ شکر بخیر باشی. چند سال میشه خودت همینجا کار میکنی؟ ماشاءالله میبینیم که زیاد زحمت میکشی. تقریبا 19 سال میشه. 19 سال میشه. باز چطور است همکاری هموطنان عزیز ما همراهتان؟ که ما کس دیگه همکاری نمیکنیم، این ماش هست همین چی خلاص. خب یعنی همین کسایی که کراچی دارن، دکاندار هستن، در قسمت تنظیف پاکی همراهتان سهم نمیگیرن؟ نه وقت ما کار نداره. خب یعنی همین زباله های خود در جای نامناسب مندازن؟ دیگه نمیاد دیگه. خب پیامت به او هموطنای ما که زباله های خود در جای نامناسب مندازن، کار برای شما سخت‌تر میسازن، پیامت به اونا چیست؟ دیگه ما دیگه از چی دیگه مثلا ما امر میکنم میگه بره جارو کنه دیگه. خب این تنها وظیفه شما این نیست که مثلا پاک کنین، وظیفه شهروندا هم است که باید همراهتان همکاری داشته باشن. کی و کمک میکنه دیگه. با امید از اینکه کمک کنن و زحماتان در نظر بگیرن. خب بگیرن نوز خوب است. بسیار زیاد تشکر. خیلی بخیر باشید. تشکر. اسمتان؟ اسم ما جبرانی. چند سال میشه که باشنده سرشمالی کابل هستی یا که در ساحه دیگه زندگی نه 35 سال میشه در ساحه سرشمالی زندگی میکنیم. دکاندار سرشمالی 35 سال میشه. بسیار خوب. کاکا جان در رابطه با اینکه که بسیار تغییرات ایجاد شده و ما که میبینیم قبلا یک کمی از لحاظ نظافت هم سرشمالی مشکلات خودت داشت، چقدر تغییرات آمده از دیدگاه خودت؟ 40% تغییرات آمده. چطور است همکاری هموطنان عزیز ما در قسمت پاکی و صفایی شهر؟ از سابق خوب شده، 100% خوب نشده. 50% خوب شده از مردم. حالا
توجه دارم این نظافت. خدا را شکر. و کسایی که این موضوع نظافت هم در نظر نمیگیرن با وجود زباله‌های خود در جاهای نامناسب میندازن. ما می‌خوایم دیدگاهی داشته باشیم. چی پیامی داری به محیط هموطنان ما؟ باید خودشان بفهمن که کار خوب نیست. بله. اشتباه میکنن جای پایین از ذخیرهشون باید پول باید برن. نظافت خودی نندازن در روی سرک مردم بد میبرن و کار خوب هم نیست. نظافت خود جز ایمان است. این باید همیشه ما متوجه به این کار باشیم. خب چطور از باز همکاری صورت میگیره یا خیر؟ باید نداره یک چیز همکاری صورت نگیره. در رابطه با این که چقدر هموطنان عزیز ما در قسمت پاکی و صفایی شهر در ساحه سراشمالی همکار هستن، بیشتر صحبت میکنیم با یکی از برادرای ما که ماشاءالله در حالت درس خواندن است. سلام بیادر، وقتت بخیر، خوب هستی؟ سلام علیکم، وقت شما بخیر، انشالله خوب هستی. تشکر. در ابتدا اگه خودت برای ما یک معرفی داشته باشی. دکاندار هستم، محمد ضمیر، در سرای شمالی. چند سال میشه بیادر اینجا کار میکنی؟ یک 10 سال میشه دیگه. ما که میبینیم ماشاءالله پیش روی دکانت از خودت پاک است. چقدر هموطن عزیز ما از دیدگاه خودت در قسمت پاکی و صفایی شهر اینجا همکار هستند؟ حالا هر کس در قبال شهر و کشور و وطن خود مسئول است، باید پاک کنه. نظافت جز ایمان است دیگه. ما اینجا هر روز پاک میکردیم دیگه. حال چند وقت شده است اینجا مربوط شاروالی شده، از پیش ما پیسه میگیرم، میگه خود ما پاک میکنیم دیگه. حال چند روز شده پاک هم نکرده، ما خود ما اینجا پاک میکردیم. بسیار خوب. چه تفاوتی را میبینیم مثلا در 3 سال اخیر یا در که چقدر فرهنگ شهری ما تغییر کرده؟ دیگه که فرهنگ شهری ما مثلا اینطور بگویم که هموطنان همکاری میکنن در قسمت پاکی و نظافت. حالا دیگه چی بگیم؟ زیاد شده یا کم؟ نه کم شده. زیاد دیگه خوب است نسبتا. شاروالی نه پاک میکنه میبره دیگه. بازم خود ما مسئول هستیم کم ذره در نظافت شهر توجه کنیم. با شاروالی همکاری کنیم دیگه. با تنها نمیشه که کل کار به شاروالی بانیم. خود ما باید جمع کنیم، صفا کنیم، در جای مناسب پرتیم. یک تعداد از هموطن عزیز ما هستند چی در خانواده هستند و چی مصروف کار هستند در بیرون، همین زباله های خود در جای نامناسب مندازن. خودت به عنوان کسی که در بیرون کار میکنی و ما دیدیم که در یک فضای پاک نشستی و درس میخوانی، همین پیامت میخوایم به اونا داشته باشیم. حالا هر کس باید خودش مثلا چیزی که به خود میپسندی مسلمان به دیگرها بپسنده دیگه. خود انسان باید فکر کنه مثلا که اینمی جای مناسب و جنگلی و اشغالدانی خود پرتک به دیگه مزاحمت نشه و بساط انسان هم مضر است. بسیار زیاد تشکر، اوقاتت بخیر. بخیر باشه. بازم در بخش سرسبزی کار میکنی، چطور از همکاری هموطنان عزیزم را دیدی؟ همکاری ندارم با تاسف که نشینی شهروندان بسیار ضعیف است، کم است. دیگه من تقاضا و توقعی من به صفت کارگر، به صفت باغبان از همشهریای کراچیوان است، چی فرض کنم دکاندار است، کسبکار است، دست داره تشافات دیگه معنیش این داده ما بعدا با ما همکاری کنیم. خب هیچ همکاری صورت نمیگیره؟ همکاری شما خیلی ما که نباشه چه همکاری میکنید؟ یک طرف میبینید شما چی کاری میکنید؟ کامبی تون شما در بین گیاه بندازید، در بین چیز کامبی خود بندازید که برای ما در بیخ سبز و بیخ درخت خاطر کسبات. خب پیام دوم از هموطنان عزیز ما که با شما همکار نیستن و زباله‌های خود در جاهای نامناسب میندازن، میخوایم پیام ما است که فصل جدید بخیر میرسد، سال 14 بخیر آغاز میشه، ریاست سرسبزی باغبانا بعد در کار خود ادامه میده، در غرض نیال بدره کراچیونا و همشهریان تمام همکاری کنند. بسیار زیاد تشکر. سلامت باشید. امید از اینکه همه هموطنان عزیز ما با شما همکار باشند. بخیر. یاد ما در کجا مونده؟ اگر کراچیوان است حق منطق داری، ثبت منطق داری برادر. قصه‌شای مرا ببین، آرام است که برادر مردم توجه ندارن. هیچ به جدی میگم به کراچیوان به دکاندار توجه کنند برادر. به یک درخت سبز به یک نیال سبز توجه داشته باشند. در بیخ نیال و در بیخ درخت مزاحم میشم برادر اینجا. جنگلی شما سال قبل هم اینجا فکر میکنم که نهار شاندینن ما با وجود از اینکه توجه صورت نگرفت پس خوش شدن. پس فایده نداره زحمت کشیدید.
مسئولیت هم چیز داره می‌بینی که به یک مردم کثافات میندازه ما امروز این کارمون پاک می‌کنیم. خب با امید از اینکه همه همشهریان عزیز همراه شما همکار کنند تا کار شما هم سخت‌تر نشه. زحماتتون قابل قدر شد. بخیر باشید. در کنار ما یکی از برادرایی که همینجا کار میکنه بیشتر صحبت میکنیم در مورد اینکه چقدر تغییرات در ساحه سراشمالی شهر کابل. بسیار خوب شهر سراشمالی در حساب نظافت، پاککاری، مردم نسبتاً از پیشینه حالی بسیار خوب شده. هیچ مشکلی نیست. شهرمالی 24 ساعت میگردن، نظافت میکنن، هیچ گبی مشکلاتی وجود نداره. خب شما همینجا کار میکنید، چند سال میشه خودت کار میکنید؟ ما 2 سال شده اینجا کار میکنیم. چی نوع تغییرات خودت میبینید که مثلا قبل از 2 سال چی نوع تغییراتی که با وجود آمده و حالا هم وطنان عزیز ما در قسمت پاکی و نظافت شهر چقدر سهم میگیرن؟ زیاد میگیرن، 100% مردم سهم میگیرن، این مشکلاتی نیست. مردم بسیار ما هم بسیار خوشحال هستیم که هموطنان که میبینیم که راضی هستن، خدا را شکر. و پیامتان با بود از هموطنان ما که نظم شهری را مد نظر نمیگیرن، زباله‌های خود در جاهای نامناسب میندازن، میخوایم پیامتان با اونا داشته باشیم. باید بندازن دیگه، در ساختمان‌های آسماندهی بندازن، کثافت ایمان است، باید پاککاری همونش از صورت بگیرن دیگه مشکلات نیست. خدا خوب است. اون کسایی که نمیرسه باید او یادآور شود که بیان نظافتشون را مراعات کنن تا تر و تمیز شهر ما را کنن. بخیر باشید، زنده و سلامت باشید. از اینکه صحبت کردید. سلامت باشین، بخیر باشین، وقت باشین. کجان وقتت بخیر؟ وقت شما بخیر. در ابتدا میخوایم یک معرفی از خودت داشته باشیم. نام عبدالواسع هستم. خب چند سال میشه در مساحت سراشمالی کار میکنی؟ 3 سال میشه اینجا هستم. خب 3 سال میشه. بله. ما که میبینیم ماشاءالله یک سلسله تغییرات از لحاظ نظافت در این ساحه آمده. دلیل همین چیز کاکا جان؟ این دلیلش کو چیز شهروالی همکاری میکنه. بله. چیز مردم خودشون پیسه میتن مردم به حساب چیز جمع میکنه میبره، شبانه جور میکنه میبرن. خب چقدر تغییرات آمده در این اواخر؟ نه خیلی خوب شده است. وقت خیلی جنگلی ها زیاد بود، حالا فضل خدا خوب شده است. گفتنی داوود از هموطنان ما چیست که مثلا زباله های خود در جاهای نامناسب مندازند و فرهنگ شهری مد نظر نمیگیرن. تا ما جگرخون میشم در میره که در اینجا مندازن. ما که وقت جمع میکردم که نبود، پیش خود یک رو دو رو نگاه میکردم، باز داش گلدانی میبود و میبردم. خب یعنی اونا باید این کار نکنن، باید کلگی باید می کار کنن که جمع کنن. اگر شهرشان پاک بود مریض کس نمیشه، نه خودش مریض میشه نه یک هموطن دیگه‌اش. بخیر باش کاکا جان، زنده و سلامت بخیر باشین. شما هم تشکر از و شما هم میبینید که پیش روی دکانشون بسیار پاک است. در رابطه و نظم شهری و اینکه بیشتر هموطنان ما در این ساحه همکار هستند در قسمت پاکی و نظافت اینجا، بیشتر با اینا صحبت میکنیم و نظریاتشون هم میگشته باشیم. سلام کاکا جان، بخیر خوب هستین؟ کاکا خوب نیست. اسم تو؟ محمد ظریف فاطمی هستم. چند سال میشه اینجا کار میکنید؟ اینجا تقریبا دکانم 25 سال میشه. 25 سال میشه. خب ما که میبینیم ماشاءالله ساحه سراشمالی کم نظافتش بهتر شده. شما دلیل امیره چگونه میبینید؟ دلیلش خوب است دیگه. فعلا شهرداری کابل از قرار از فعالیتشون خوب است. زمینه مسئولین که نمی‌تونید پس خوب است. با چطور از همکاری مردم همراهشان؟ خوب است همکاری مردم. همه جانبه است. پیام می‌خوایم با وجود از هموطنان ما که نظم شهری در نظر نمیگیرن، با ویژه‌ای که زباله‌های خود در جاهای نامناسب میندازن. می‌خوایم نظر پیام تا اونا داشته باشیم. در میزنیم با انداز بزنیم. شهر ما خانه ما.
ما اگر شهر خدا دوست داشته باشیم پاک نگاه کنیم جامعه پاک است. اگر در خانه خدا دوست داشته باشیم بنان دیگه بدبختی نیست. باید شهر ما خانه ما شهر ما باید پاک باشه. نظافت از خوب است، برای خود ما خوب است، برای صحت ما خوب است. اگر اینمی آلوده خاک نباشه و هوا خراب نباشه زباله‌دانی خدا ما در سر سرک ناندازیم مشکلات نفش شود صحت ما خوب است، خود ما مفید است. خب شما تقریبا 25 سال میشه که اینجا کار میکنین. در مقایسه با 3 سال قبل ببینین چقدر تغییرات آمده از دیدگاه خودت؟ تغییرات زیاد آمده. از یک لحاظ که تغییرات ای است کارگم است. ما اگر اهمیت و آرامش و زندگی داریم در مقابلش کار نیست. از لحاظ وضع اقتصاد مردم اقتصاد خوبی نداریم. ما از لحاظ اهمیت و آرامش و زندگی خوب است. یگانه یک مشکلی که از مشکلات اقتصادی است در منطقه دامنگیر همه عالم است. این الحمدلله از لحاظ اقتصادی و آرامی و زندگی با امید از اینکه مشکلات اقتصادی همه هموطنان عزیز ما مرفوع شود. زنده و سلامت باشی و پاک باشی. سلامت بیننده های عزیز، در رابطه با فرهنگ شهری و اینکه چقدر هموطنان ما در سرای شمالی با شاروالی همکار هستند و کسایی که مثلا کار میکنه در فضای باز، نظریاتشان هم میخوایم در رابطه با همکاری با مسئولین شاروالی می داشته باشیم. سلام بیادر، وقتت بخیر، خوب هستی؟ علیک سلام، زنده باشید، سلامت باشید. اسمتون؟ حامد عبدالی. خب چند سال میشه بیادر خودت اینجا کار میکنی؟ ما 1-2 سال میشه. 2 سال میشه. خب چقدر تغییرات آمده از لحاظ نظافت در این ساحه سرای شمالی در مقایسه با 2 سال قبل؟ والا زیاد آمده، نسبت به سالهای قبل زیاد آمده. اینجا شاروالی روزهای پنجشنبه چهارشنبه میاد، کراچی ها را نمیمونن، ازدحام هم کم میکنن، زیاد آمده. یعنی چطور است مثلا امی فرهنگ شهری مردم در مقایسه با 2 سال گذشته خودت به عنوان یک جوان چگونه ارزیابی میکنی؟ از اون وقت زیاد شده، اقتصادیش بالا رفته. یعنی مردم همکار زیاد؟ بله. یعنی دکاندارا مثلا زیاد همکاری میکنن در قسمت پاکی؟ بله، دکاندارا، کراچیوانا، خود مردم بیشتر باید مردم توجه کنن از این کدام. بله، حرف شما بجای است. در رابطه با اینکه بعضی از کسا خداوند هدایتشان بده امی زباله های خود در جای نامناسب مندازن و کار شاروالی و کسایی که در قسمت تنظیف و پاکی مسئول هستن کار اونا را مشکل میسازن. میخوایم پیامت با اونا داشته باشیم. شهر ما خانه ما دیگه باید دیگر کی دیگه نظافت خانه خود داشته باشه. خودش نشان دهنده فرهنگش نشان میده. کسی که نظافت مراعات میکنه دیگه فرهنگش بالاست. فرهنگ شهرنشینی رو باید داشته باشن دیگه. بله. باید دیگه مراعات کنن، همکار باشن که شاروالی ما که دولت. بخیر باشی، سلامت باشی. قربان سلامت باشی. خداحافظ. هموطنان نازنین، شما در جریان برنامه مشاهده کردین و تصاویر و ویدیوها را دیدین که بسیار تغییرات آمده در ساحه سرای شمالی شهر کابل و بیشتر هموطنان ما هم در قسمت پاکی همراه مسئولین تنظیف همکار هستند. با امید از اینکه همه هموطنان نازنین یعنی با مسئولینشان همکار باشند، چون شهر ما خانه ما، شهر پاک نمادی از فرهنگ ماست و شما همچنان میبینید در عقب ما بسیار یک نمای زیبا جور شده و این هم نشان دهنده از این است که یعنی افغانستان در حالت تغییر است، یعنی تغییرات رو به طرف مثبت است و یعنی همه شهروندان مکلف به این هستند که با مسئولین خود همکار باشند و شما نظریات کسایی که مسئول پاکاری هستند از طرف ریاست محترم شاروالی اونا را هم شنیدین که یعنی انتقادای وجود داشت که هموطنان همراه ما همکاری نمیکنن، اما هموطنان نازنین ما ادعا میکنن که ما همکار هستیم. با امید از این روزی که همه دست به دست هم بتیم و در اعمار و آبادی وطن خود سهم بگیریم. ما هم ناگزیر هستیم همینجا برنامه خود به پایان برسانیم. برای دیدن بیشتر برنامه های ما چینل یوتیوب سلگرو تایم را لایک و سابسکرایب کنید و نظریاتتان با ما در کامنت شریک بسازید. تا برنامه بعدی، الله حافظ و نگهدار.